سلام، وقتتون بخیر باشه دوستان عزیزم. ساره هستم از کانال یوتیوب آسترولوژی آندرلاین ساره. اگر خاطرتون باشه چند وقت پیش باکس سوالات رو در پیج اینستاگرام گذاشتم که گفتم سوالات خودتون رو بنویسید که من در ویدیوی یوتیوب به شما پاسخ خواهم داد. انشاءالله توی این ویدیوی کوتاه میخوام سوالاتی که پاسخهای کوتاه و بیشتر حالت عمومی دارن، چون برخی از سوالات انقدر ریز هستن که واقعا بخوای توضیحشون بدی بسیار زمان بره و اینکه بدون دیدن چارت هم امکان پذیر نیست. ولی اگر سوالاتی جنبه عمومی تر داشته باشه بین سوالات شما، من اونا رو پاسخ خواهم داد. خیلی خوشحال میشم که حتما ویدیو رو شیر کنید، لایک کنید و با کامنت گذاشتن به من انرژی بدید. اگر درخواستی برای تفسیر چارت تولد روی قسمت‌های مختلف یا درخواست خوانش آکاشیک با میدیوم رو دارید، میتونید به پیج اینستاگرام با آیدی آسترولوژی آندرلاین ساره دایرکت بدید و اونجا نوبت خودتون رو ثبت کنید. بریم خب در رابطه با سوالات شما. راهوی ترانزیت روی خونه 7. البته که ما راهو دیگه اصطلاحات ودیک رو توی پیجی که سبک تروپیکال هست بهتر استفاده نکنیم. به جای واژه راهو میگیم نود شمالی. آیا میتونه باعث جدایی بشه؟ نگاه کن، نود شمالی مسائل تقدیری رو در خونه ازدواج برای ما فعال میکنه. میتونه خب، ولی جزو انرژی های ملفیک نیست که بگم حتما این اتفاق رقم میخوره. بیشتر مسائل تقدیری رو میاره. بیشتر از این که باعث جدایی بشه میتونه باعث آشنایی بشه، ولی اینجور نیست که احتمال جدایی هم صفر باشه. ولی میگم انقدر نقش بارزی بیشتر توی جدایی نداره. جوپیتر خونه 8. خب خونه 8 جوپیتر میتونه اگر نگاه کنید، چون نشانه ماهی جایگیری خوبیه برای جوپیتر، ولی اگر زوایا خوب باشه، حاکم خونه 8 هم قوی باشه، خب این جوپیتر میتونه توی سن بالاتر، مثلا 38-40 سالگی به بعد، شانس حمایت مالی از سمت دیگران رو بیاره. ارثی به فرد برسه، پولی برسه، نمیدونم سرمایه گذار مالی پیدا بکنه، یا حتی میتونه نشون دهنده وضعیت خوب مالی همسر هم باشه. علاوه بر این فرد رو علاقمند به حوزه اسرار و علوم غریبه و متافیزیک میکنه. حتی فرد رو خیلی کاراگاه میکنه. میتونه تو شاخه های کاراگاهی رشته‌ای که منظورم نیاز به تحقیق و جستجوگری داره، روانشناسی، روانکاوی، همین علوم غریبه، آسترولوژی، هم به این حوزه ها علاقه‌مند بشه و هم این که بخواد واقعا توی این حوزه ها فعالیت هم بکنه. بعد معمولا شم مالی اقتصادی خوبی هم به فرد میده. اینکه تو خونه 7مون ساترن داریم و مشتری آسیب دیده نگرانم کرده. خب بله، ساترن حالا آسیب دیده باشه خودش خدای کارماست. معمولا تأخیر رو توی ازدواج رقم میزنه و معمولا هم از فرد اون بلوغ و پختگی توی روابط رو میخواد، تا اینکه بعد از بلوغ ساترن شاید از چالش ها و سختگیری هاش کم بشه. از کجا میشه فهمید که احتمال ازدواج؟ خب این از روی ترانزیته. در واقع باید چارت ترانزیت رو روی چارت شخصی خودتون بندازید و ببینید چه سیاراتی چه سالهایی وارد خونه 7 شما میشن. مثلا گذر نود شمالی یکی از سالهایی که میتونه فرد موقعیت ازدواج داشته باشه. ولی این که بخوایم ماه و سال و روز و تاریخ بگیم، سال چرا میشه گفت، ببخشید، ماه و روز بگیم، نه، توی بررسی‌های کلی واقعا نمیشه. چطوری میتوانیم در چارت تولد بفهمیم حتما ازدواج داریم؟ من که معتقدم 95%، نمیدونم 99% ازدواج رو دارن، چون به هر حال همه ما یه جفت داریم که باش متولد شدیم. خب ولی خب به حاکم خونه ازدواج و سیارات داخل خونه ازدواج بستگی داره. این خیلی سوال کلیه. بخوام دونه دونه سیارات و حاکمین رو توضیح بدم بسیار زمان بره، ولی در واقع اول حاکم هست که حالش خوب باشه، زوایای خوب داشته باشه، و بعد مواردی سیارات یا مثلا نودها اگه این خونه قرار گرفتن اونها باید بررسی بشه. ازدواج دوم بررسیش مثل ازدواج اوله، اون خونه 7 اون خونه 9 هست.
حاکم، سیارات، خونه نهم به خصوص حاکمه. ولی نگاه کن تاثیر انرژی خونه هفتم توی ازدواج کلا از بین نمیره. آسترولوژی غرب یا شرق، این رو کسی میتونه پاسخ بده که هر دوتا سبک آسترولوژی رو تخصصی بلد باشه. قبلا هم از من پرسیدین، من نمیتونم نظر بدم. من تو فقط آسترولوژی غربی هم واژه درستی نیست، تروپیکال با غربی باز فرق داره. من تروپیکال کار میکنم. خب کسی میتونه نظر بده که هر دوتا رو خونده باشه. من وقتی یکی رو خوندم از کجا بدونم اون درسته یا اون؟ اصلا مقایسه نباید کرد. هر کدوم یه سری ویژگی های خاص خودشون رو دارن. کایرن در خونه 6 تارس، جوپیتر خونه 12 عقرب. من اصلا نمیدونم خب این با این زاویه گرفته که شما گفتید یا نه، اصلا هیچی نمیفهمم. ولی کایرن در خونه 6 میتونه مثلا مشکل سلامتی رو بیاره. برای کارهای زیبایی صورت، عملهای زیبایی حتما باید تاریخ صدر بگیرین، روی چارت تولد خودتون چک بشه. البته من دیگه تاریخ صدر رو انجام نمیدم، از آسترولوژرهای دیگه باید بگیرین. راهو خونه 9 شما رو به سمت کشف افقهای دور، سرزمینهای دور، آشنایی با افراد خارجی، کشورهای خارجی، مهاجرت، تحصیلات عالیه میبره. خونه 8 که میگه که باید شما شراکت و سرمایه گذاری با دیگران رو یاد بگیری. شراکت مالی، اینکه خودت رو و پولت رو با دیگران به اشتراک بذاری، یعنی به دیگران اعتماد بکنی. ساعت تولدتون رو نمیدونید، یه سری پیج ها هستن از پیج های آسترولوژی که کار اصلاح ساعت تولد رو انجام میدن. اطلاعاتی رو از شما در رابطه با شرایط زندگیتون میگیرن، بدون اون اطلاعات نمیتونن. بهتره که اون پیج ها اصلاح ساعت رو انجام بدن و بعد به پیج دیگری به قول معروف درخواست چارت بدین. چون اگر شخصی بخواد هم ساعت تولدتون رو اصلاح کنه، هم بخواد تفسیر چارت کنه، قبلا کل اطلاعات رو از شما گرفته. شما باید کل زندگیت رو برای اون تعریف کنی که بتونه ساعت تولدت رو چک کنه و اون موقع دیگه تفسیر چارت انگار به قول معروف لوس میشه یه مقدار. برای همین اصلا من که خودم ساعت تولد رو اصلاح نمی کنم، بسیار زمان بره، ولی پیج ها هستن انجام میدن. این هم که پاسخ دادیم. وقتی یکی میگه تونسته توی این زندگی چند بار استاد راهنما عوض کنه، به چیز بوده، سال ادامه دار بوده. ولی حالا این ربطی به موضوع آسترولوژی نداره. راهو خونه اول، کیتو خونه 7. راهو کیتو نگین، نود شمالی نود جنوبی. حالا من فقط میتونم یک کوتاه بگم چون تفسیر نوت‌ها حداقل 20 دقیقه یه ربع زمان میبره. ولی این داره میگه که شما نباید وابسته ازدواج و شراکت‌های 2 نفره باشید. باید اون قسمت رو رها کنید و بیشتر روی بعد استقلال فردی خودتون تمرکز بکنید. وابستگی به پارتنر نداشته باشید. نه اینکه ازدواج نکنید یا اگر ازدواج دارید جدا بشید، نه، منظور این که وابسته شخصی نشید. رمدی رفع دشمنی و پیشرفت شغلی رو میخواین. من نمیدونم، من اصلا چارت شما رو ندیدم، نمیتونم به این سوال پاسخ بدم. بچه این سوالا رو من پیشگو نیستم واقعا، حتما باید چارت رو ببینم. آسیب از چه سیاره، من چجوری بدون دیدن چارت بفهمم آسیب از چه سیاره. رمدی ها مخصوص ودیک رفع دشمنی، من اصلا رمدی واقعا براش ندارم، یعنی حتی اگر چارتت رو هم ببینم نمیتونم. ولی برای پیشرفت شغلی بعد نگاه کنیم کدوم سیاره آسیب دیده است. اکثر درمان سیارات رو هم هایلایت درمان سیارات توی پیج گذاشتم. خانش آکاشی که در واقع حالا بهتره که حتما هایلایت آکاشیک و مدیوم رو مطالعه بکنید. ولی توی خانش آکاشیک در واقع شخصی انگار که من باهاش کار میکنم و حالا اصطلاحاً میگیم مدیوم فردی هست که توانایی سریع به خلسه رفتن رو داره، یعنی سریع هیپنوتیزم میشه. یه وقتایی شخص میخواد خودش هیپنوتیزم بشه، بسیار زمان میذاره، میشه ساعت 4 ساعت شاید هیپنوتیزم نشه، یا حتی اگر میشه تصاویر خیلی مبهمه، گنگ، نمیتونه با استاد راهنما ارتباط بگیره. بنابراین هزینه و وقتش به قول معروف اینجا گرفته میشه. پس برای این من الزاماً با مدیوم انجام میدم، چون مدیوم بارها تست شده، توانایی خوندن کتاب شما یا همون حافظه آکاشیک رو داره. در واقع کتاب‌های شما توی زندگی‌های مختلف توی این کتابخونه آکاشیک قرار دارن
سوالات خودتون رو میپرسید. من از مدیوم که به حالت خلسه رفته میخوام کتاب آکاشیک شما رو باز کنه و به سوالات شما پاسخ بده. یه وقتایی از روی کتاب، یه وقتایی هم با کمک روح راهنما به سوالات شما پاسخ میدن. بیشتر سوالات معنوی، روحی و سوالاتی که جنبه راهنمایی دارند رو پاسخگو هستن، ولی به جای شما تصمیم گیری نمی کنن که آیا من با آقای ایکس ازدواج کنم. نه، این به خودتون بستگی داره. میتونی راهنمایی کنی که آیا مثلا با آقای ایکس ازدواج کنم، شرایط زندگیم خوبه، یه حالت راهنمایی بگیرید ازشون. بعد هزینهش برای 7 سال 1200، 4 سال 800، 2 سال 400. در مورد ماه کامل داشتن، اگر ماه و خورشیدتون دقیقاً هم درجه و هم دقیقه باشه، روی نشانهای مختلف انگار روبروی هم قرار بگیرن، این میشه ماه کامل. گرچه بهتره خب روی چارت نشون داده بشه، ولی حالا به صورت کلی اگر بخوایم بدونین اینجوری ماه کامل معمولاً باعث تضاد بین احساسات و منطق فرد میشه، حتی چالش بین پدر و مادر شخص هم ایجاد میکنه. جوپیتر در خونه 6، این که خب زوایا رو گفتین با خط آبی قرمز بدون دیدن چارت اصلا من متوجه نمیشم. سوال شما همش همینجوریه که خیلی توضیحات طولانی و حتما چارت لازمه. چه چیزایی برای کارماسوزی انجام میدیم؟ بستگی داره خب ببینیم آسیب اون سیاره در کدوم خونه هاست، ولی کلا کارهای خیر اینها خیلی کارماسوزی های خوبیه. حالا اختصاصاً برای هر سیاره یه سری درمان‌های مجزا هست، ولی به صورت کلی اگر بخوایم بدونید، مثلا کمک کردن به حیوانات، به بیمارها، به زندانیها، بعد آسایشگاه سالمندان، بچه‌های بی سرپرست، اینها همه جزو بهترین به قول معروف کارماسوزی یا همون تبدیل انرژی هست. تفسیر ازدواج تا ازدواج چندم رو تفسیر میکنید. شما اگر بگید جدا شدین، من ازدواج دوم رو نگاه میکنم، وگرنه فقط ازدواج اول. تو ازدواج هم خیلی تغییر خورده به علت زحلی هست. بله، اگر زحل یا همون ساترن رو دارید در خونه هفتم، ازدواج رو با تأخیر انگار مواجه میکنه، ولی معمولاً حالا از 36 سالگی به بعد که به اون بلوغ ساترن رسیده باشید، بتونید توی مسائل شراکت‌های 2 نفره مسئولیت پذیر باشید، به قول معروف درس و تستش رو گرفته باشید، درس و تست های ساترن رو، میتونه اون انگار تأخیره دیگه بالاخره برطرف بشه و شما شانس ازدواج رو داشته باشید. و اگر حاکم شرایط خوبی داشته باشه، معمولا ساترن در خونه هفتم باعث تداوم ازدواج میشه. ممکنه ازدواج رو با تأخیر بده، ولی میتونه که به محکم بودن و ثبات اون ازدواج کمک بکنه. رابطه ها کی اوکی میشن؟ کاتیا مرداد ایشون دی، این نمیشه اصلا اینطوری پاسخ داد. بسیاری از آدم ها مرداد و پارتنرشون دین، اصلا نمیشه چیز کرد و بهتره که اون رابطه ها حالا روی چارت خود فرد بررسی بشه، به صورت کلی نمیشه. اینها هم که همون سوالات اونطوری هن. سوالات عمومی رو فقط میتونم پاسخ بدم. کارم 3 هفته پیش نمیره، نمیدونم چرا. خب این من نمیدونم سوالتون به آسترولوژی چه ربطی داشته، متوجه نشدم. اونم که من چارت ندیدم متوجه نمیشم. خانه 8 اگر خالی باشد چه تفسیری دارد؟ بعد نگاه کنیم چه نشانی داره، حاکمش کجاست، اونجوری بتونیم تفسیرش کنیم. بعد از برای افرادی که سلام میشه سوالاتی رو که تا الان از مدیوم بپرسید رو بذارید که ما هم ایده بگیریم. بله فکر خوبیه، چشم میذارم براتون. چه کار برای رفع برگشتی بودن ساترن و جوپیتر انجام داد؟ ساترن چاکرای چشم سوم، ریشه، جوپیتر چاکرای تاجی هست. درمانهای اینها، جوپیتر خیلی مدیتیشن براش مناسب هست. ساترن همون رمدی های یا همون درمان های مرتبط به ساترن، کمک به فقرا، نیازمندان، سالمندان هست. بعد بهترین حالتش هم ساترن برگشتی از شما بلوغ، مسئولیت پذیری، نظم، انضباط، قانونمندی، صبوری و تحمل رو میخواد. توی خونه‌ای که برگشتی شده اون خونه رو کارمایی میکنه. خب و میخواد در رابطه با اون خونه مسئولیت پذیر باشین. زمستان اگر در خونه 4 شما نباید از وظایف خودت نسبت به والدین فرار کنی، باید وظایف خودتون رو نسبت به اون اشخاص انجام بدید. طالبینی چینی رو راستش اطلاعی ازش ندارم.
کار دادگاهی زیاد برام پیش میاد چه کنم رأی مثبت بگیرم. این رو هم من اطلاعی ندارم متاسفانه. در مورد D9 این و چارت نابامشا مربوط به سبک ودیک هست، من سبکم تروپیکال هست. وقتی پلوتو و نپتون خب این که هیچی، زوایاس باز نمیتونم صحبت کنم. کایرن در خانه جوزا، بهتر بگیم دوقلو چه معنایی داره، و راهون که دومش نمیدونم چی میخواستیم بپرسید، ولی اگر خب خونه جوزا همون دوقلو میشه منظورشونه، ولی یکاش میگفت این خونه چندمتون هست. ولی به صورت کلی کایرن در دوقلو میتونه توی دوران کودکی مشکل ارتباط برقرار کردن رو بیاره، شخص خجالتی باشه یا حتی دیر صحبت کنه، یه وقتایی مشکل تکلم، دیر صحبت کردن، لکنت زبان رو مثلا میاره. حتی نشان دوقلو چون مرتبط به خواهر و برادر، شاید شخص در رابطه با خواهر و برادر یه مقدار دچار مشکل بشه توی ارتباط با اونها. ولی این که بدونیم خونه چندمه، تاثیر خونه بیشتر از نشان هست. ساترن در خونه 5 میتونه آدم به عشقش، بله ساترن کارش اینه، کارش تأخیره، شخص دیر عاشق بشه یا عاشق آدم‌های ساترنی بشه. افرادی که سنشون از فرد خیلی بالاترن، اختلاف سنی زیادی دارن ولی قدرتمندن، شرایط خوبی دارن، بعد پس بله میتونه کارش اصلا تأخیره. ازدواج کارمایی و تقدیری. کارما یعنی یک شخصی از زندگی گذشته با شما یه بدهی نیمه تموم داره، توی این زندگی تو مسیر شما قرار میگیره که فقط اون کارما رو با شما حل و فصل کنه. مثلا توی زندگی قبلی شما به ایشون یه بدی کردی، حالا میاد یا یه شخص دیگه ای میاد ممکنه کارما رو با شما تسویه حساب کنه، میاد فقط همون مشابه اون کار رو انجام میده و میره. اون شخص اصلی زندگی شما نبوده، فقط اومده تسویه حساب کارمایی. معمولا ازدواج اگر حالا کارمایی باشه اینجوری نیست که صورت نگیره، میتونه صورت بگیره، میگم ولی ممکنه که به هم بخوره، یا اگر شخص ادامه بده معمولا سختی های خودش رو داره. تقدیری باز فرق داره، یعنی در جهت رشد روحی به شما کمک میکنه. کسی که نود کارمایی تو خونه شغلش داره، منظورتون فکر کنم نود جنوبیه، باید نه رها نمیخواد بکنید بچه ها، منظورم از نود جنوبی این نیست که رها کنید، وابستگی رو رها کنید. یعنی شخص خیلی تلاش بسیار زیادی کل زندگیشو وقت کار و شغل میکنه، اینجا وقتی اون بلا که خونه شغلی باز میشه که شما به خونه روبروش که خونه خانوادت هست رسیدگی کنی، مسئولیت های خانوادت رو، پدر و مادرت رو یا خودت اگر مادر هستی انجام بدی. در روزها و هفته‌های آینده زمانی هست که مناسب پیشنهاد دادن باشه، شانس خوب. اینو راستشو بخوای بچه‌ها، من ترانزیت ها رو معمولا روزانه چک میکنم، جلو چک نمیکنم، ولی فکر میکنم مثلا 25 شهریوره که یه مثلث خوب تو آسمون شکل گرفته اگر خاطرم باشه درست، ولی باز اون روی چارت هر فرد میتونه متفاوت باشه. مثلا اون روز روی چارت من روز خیلی بده، خیلی سخته، روی چارتم نگاه کنم روز خوبیه ها، ولی روی چارت من با انگار سیارات چارت من زوایای خوبی متاسفانه سیارات ندارن. اینم این دیگه تکرار شد، فقط این سوال جا مونده بود. ازدواج رو گفتم، چارت منو ببینید لطفا، میتونید بله درخواست بدید، من میبینم. لیلیت عقده ها، سایه ها و سرکوب های درونی ما رو نشون میده. معمولا در هر خونه از چارت قرار بگیره سایه های ما تو اون بخشه و معمولا وقتی باز من در موردش توضیح بدم شخص اونها رو نمیپذیره، چون ما سایه هامون رو نمیپذیریم، خیلی کم پیش میاد شخصی بیاد بگه آره من این ویژگی ها رو دارم، ولی وقتی بره تو درون خودش و به قول معروف صادقانه بشینه فکر کنه، با خودش صادق باشه، اون سایه های خودش رو میپذیره. معمولا چالش میاره، انرژی زنیه که میتونه هر جا باشه چالش بیاره. این پتانسیلی که میگین در خونه 1 مارس، نود شمالی، ساترن، خورشید و ماه روی شخصیت شما خیلی اثر میذاره. بستگی داره حاکم کدوم خونه ها باشن، در چه پیوندی باشن، کدوم سیاره اینجا قوی تره، ولی تک تک روی ویژگی های اخلاقی شما تاثیرگذار هست. ماه در نشان لیبرا به صورت کلی جایگیری خوبیه، میتونه چهره شخص رو حتی زیبا بکنه. خیلی این اشخاص تعادل توی روابط براشون مهمه، بالانس براشون مهمه، توی روابطشون خیلی دودل میشن، توی تصمیم گیری هاشون دودل میشن، خیلی هم به حضور یک شخص دیگه مثل پارتنر وابسته میشن، دوست دارن یه پارتنری همراه باشن، داشته باشن. ماه در لیبرا اصلا نمیتونن تنها باشن. چارت
تولد رو با انتخاب‌هایی که در زندگی می‌کنیم تغییر بدیم. تغییر که پیدا نمی‌کنه چارت تولد، ولی با آگاهی خودتون میتونید پتانسیل‌های چالشیش رو مرتفع بکنید، وگرنه اون زوایا، اون چارت مخصوص شماست، اصلا قابلیت تغییر نداره. ولی فکر میکنم منظورتون اینه که شرایط رو بهبود ببخشید. بله، با درمان سیارات، با آگاهی و تغییر رفتار نسبت به سیارات میتونید که شرایط رو بهبود ببخشید. خب این از این سوالای بسیار طولانیه. دیر ازدواج کنم بالای 30 سال، ازدواج من با چالش سختیه، اینم نمیدونم چی بوده، سوال کامل نیست. پلوتوی برگشتی در خونه 6 بستگی داره در چه نشانی باشه. در قدرت، در ضعف پلوتو معمولا توده میاره، ولی الزاماً برای همه نه، بستگی داره چه زوایایی با چه سیاراتی گرفته. معمولاً به اون سیاره‌ای که زاویه چالشی گرفته آسیب میزنه. مرکوری، ونوس، جوپیتر خونه دوم لیبرا خوبه؟ بله، به صورت کلی خوبه. ونوس حاکمشه. ونوس و جوپیتر تو خونه مالی انرژی های مالی خوبی رو میدن. شخص میتونه به درآمد خوب، حتی به ثروت برسه به صورت کلی. اگه چارت من برای شما بود چیکار می‌کردیم؟ من اصلا چارت شما رو نمیدونم و هیچ وقتم خودم رو به جای کسی دیگه قرار نمیدم. من چارت خودم رو با وجود همه سختی‌هاش پذیرفتم، قبولش دارم. ورتکس در خانه 8 چه معنی داره؟ ورتکس درس و تست میاره دیگه تو خانه 8، توی شراکت‌های 2 نفرتون، هر جا که شریک میشید با کسی، پولی به اشتراک میذارید، توی مسائل ارث و میراث، وام گرفتن، نفقه، مهریه، قرض دادن به دیگران، اینها درس و تست دارید. یا روابط جنسی، مثلا مسئله خیانت در امانت ممکنه براتون پیش بیاد. اینجا کائنات درس و تست خودش رو داره میگیره و چون یه خونه کارمایی خیلی باید مراقب باشید که کارما برای خودتون درست نکنید. مارس افتاده روی ساترن توی ماهی. خب من اصلا نمیدونم این در خونه چندمه، اصلا تو خونه های شغلیتون باشه یا نه، ولی مارس و ساترن قران سختیه، جز پیوندهای مالفیک و سخته. بهتر سراغ این رشته های این نرید اصلا. ساترن در خونه، در خوشه، در خانه 12 بیشتر فرد رو یه مقدار ترس های خاص براش میاره. ساترن کلا خونه 12 اعتماد به نفس شخص رو کم میکنه، فرد رو گوشه‌گیر میکنه و حتی میتونه مشکلات سلامتی یا قانونی رو هم ایجاد بکنه. ساترن بستگی داره به زوایاش و مرکوری حاکم خونه 12 که قوی باشه یا نه. ولی در کل اینو بگم، ساترن در خونه های تاریک سختگیری کمتری رو داره. خونه 12 جزو خونه های تاریک هست. ورتکس خونه 8 رو گفتم. نود جنوبی کارما هم دارید دیگه تو خونه 8. ماه و لیلیت خونه 9 در نشان خوشه، تأثیری توی مهاجرت میتونه داشته باشه. ماه میتونه مهاجرت بیاره، لیلیت چالش هایی رو هم میاره. لیلیت بیشتر روی افکار شما در خونه 9 اثر میذاره، میتونه افکار فمینیستی به شخص بده. بعد یا ماه و لیلیت کنار هم میتونه ویژگی های مادر شخص رو نشون بده که یه مادر لیلیتی داره که خیلی سرکش، مستقل هست، مادر زیر بار حرف زور نمیره. این میتونه مادر فرد باشه. فکر کنم دیگه بله، سوالات اینجا تموم شد. امیدوار هستم که پاسخ سوالات بهتون کمک کرده باشه. فقط بدونید که اینها جنبه عمومی داره و اصلا ریز نیست. فقط جهت من آشنایی با علم این کار رو انجام میدم، وگرنه هم من و هم شما میتونید که پاسخ اصلی، یعنی با دیدن چارت اصلی و نتیجه گیری نهایی با دیدن چارت کلی هست که من کل زوایا رو ببینم، علاوه بر نشان خونه ها رو ببینم، قدرت حاکم اون خونه رو ببینم. ولی به هر حال میگم من اینو صرفا جهت آشنایی شما با این علم انجام میدم. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. هر چقدر براتون مفید بود اینو برام لایک کنید. مرسی ازتون.